ایرج اقراری کارشناس روابط بین الملل در برزیل روی خط تلفن با ماست. آقای اقراری، قانون میگه که باید همه کسانی که واجد شرایط هستند در این انتخابات شرکت کنند. شما امروز اونجا بودین، مشارکت به چه شکل بود؟ بله، در برزیل رای دادن مجبوری است و پیش بینی شده که تقریبا 85% دهندگان در این انتخابات شرکت خواهند کرد. بیشتر از علت بی‌سوادی و دوری از صندوق‌های رای دادن، علت میشه که این تعداد کمتری داشته باشیم از دهندگان در رای دادن. منتها این جامعه آخری فقط در تقریبا 4 ساعت دیگه خواهیم دونست که وقتی انتخابات به تمام میشه. آقای سرا، رقیب خانم روسوف در انتخابات 8 سال پیش از آقای لولا شکست خورد. بر اساس نظرسنجی های این دوره چه شانسی داره؟ آیا شانس او به اندازه 8 سال قبل یا بیشتر شده؟ الان بیشتر، یعنی نمیشه گفت بیشتر شده، چون درست در 8 سال پیش و بعداً در 4 سال پیش همین موضوع داشتیم. جدیدترین نظرسنجی انتخابات نشانی از پیروزی خانم روسوف هنوز تضمین نمی کند. او امکان دارد که بین 52 تا 55% رای ها رو داشته باشد. این هم از توجه 2 شرکت نظرسنجی اینجا در برزیل. ولی 2% این حاشیه خطا است و برابری امکان هست که درست داشته باشیم در این انتخابات. جایی هست که خانم روسوف خیلی نزدیک هست سیاستاش به آقای لولا. آیا جایی هست که این دو با هم اختلاف اساسی داشته باشن؟ نه اصلا. خانم روسوف اعلان کردن که ایشون درست همون سیاست داخلی و خارجی آقای لولا رو میخوان ادامه بدن و به هیچ وجهی الان هیچ توافقی نخواهد بود بین سیستم آقای لولا و سیستم خانم روسوف اگر ایشون انتخاب بشن. آقای لولا معروف هست که محبوب ترین سیاستمدار دنیاست. آقای اوباما بهش گفته تو محبوب ترین سیاستمدار دنیایی. بعد از این انتخابات محبوب ترین سیاستمدار دنیا قراره چه کار بکنه؟ حالا یه مدتی پیشنهاد شده بود که ایشون در بانک جهانی رئیس بشه. بعداً پیشنهاد شد که ایشون دبیر کل سازمان ملل بشوند. منتها خود آقای لولا معلوم نکردن که چه نقشه‌ای دارن. ایشون خودشون از فرمودن که فعلا میخواهند از سیاست کمی دور بشوند. منتها شخصا فکر کنم که امکان بزرگی است که ایشون در واقعیت در این سال اول بیشتر نزدیک خانم روسوف باشن و پشتیبانی ایشون رو بکنن تا نقشه سیاسی ایشان خوب پیاده بشود. ایرج اقراری کارشناس روابط بین الملل از برزیلیا با ما. ممنونم از شما.